سلام. خیلی سریع نکته به دوستانی که باغ دارن و درخت سیب دارن. اگر که پای درختتون همچین چیزی دیدید بگردید دنبال سوراخ، چون که یک کرم به تنه شما زده. من این سوراخ رو پیدا کردم، این تجربه رو میخوام باتون به اشتراک بذارم. هر کاری کردیم این کرم محترم به کارش ادامه میداد. از مواد پوشاننده استفاده کردیم، کار خودشو میکرد. ببینید اینجوری مغز درخت رو میده بیرون و درخت رو خوش میکنه. من بدون استفاده از هیچ گونه سم خاصی یه کاری کردم، خواستم با شما به اشتراک بذارم. اون که با سرنگ یه مقدار گازوئیل توی سوراخ ها تزریق کردم. به نظرم هیچ لطمه‌ای هم به درخت نمیزنه. به هر حال یه ماده سمی شیمیایی وحشتناک نیست و کمک کرد. حدوداً 24 ساعت نشده این صحنه رو ببینید. تشریف آوردن بیرون، هیچ جوره نمیشد پیداش کرد. بوی گازوئیل کشتش. اگر از این نکات میخواید بدونید، پیج دهاتی شو رو دنبال کنید. هر موردی باشه سعی میکنم باتون به اشتراک بذارم. خداحافظ.